گفتی صفر نکنیم ها تا اینجا الان صفرش میکنم برات. کوره بابا بشین خونی اومد رستوران آرایشگاه بشین میخندی نه اساس کردم یه چیزی خندی بعدش هم بودار نشد شش دقیقه بودار نشد یعنی چه ندی شوخی اشتباه کردی که شوخی کردی متوجه نمیشم منظورت چیه مثلا من داری تهدید میکنی بلند شو این بوگی میده بلند شو گم شو بیرون میرم پیش کسی دیگه ها مگه در مغازه عکس سگ برین توش مگه در مغازه رد نشین یعنی جنازه میندازم همینجا گم شو بیرون حسین استاد ندارم دیگه کثافت من تهدید کردی الان کوره بلند شو بیرون میرم خیلی خوب چرا همه رو بعد انجام میدم خب چه کار کنیم حسین؟ دیگه سر کارت خب فقط چیزی من دیگه دورش دست دیگه از اون توسی باشه چیزی نباشه یه سایه خیلی کم نه الکی انگار که سایه داره نداره ولی کوتاهش بکنیم برات چهارشنبه هم تعطیلین شما درسته؟ نه چهارشنبه سلام بیر بولم ایسا فکر کنم اینجوری بهتره از گفتی صفرش نکنیم بزنیم اینقدر برق های های شغلم الپروگرام خطرش یکم پرانتر بزنم جاش یک گودار برات میندازم به خط نمیدازم گسل باز میکنیم تو سرت کیف کنی یه نفر تو کلاس من زده خب دو سال فقط اون قشنگه؟ نه اصلا باید بیچاره موهاش میزنه رو خطر که معلوم نباشه نه خب هر چی خطری نازک‌تر باشه فهم قشنگ‌تره آره قشنگه ولی جدا کردنش یه مقداری سخت میشه باید زمان زیاد جلوش هم خیلی کم می‌کنه خیلی کم بگیرم چجوری مدرسه بدان گیر میده؟ سال چندمی؟ راهنمایی؟ نه بعد دبیرستان و گفتی صفر نکنیم ها تا اینجا الان صفرش میکنم برات ها بیست و نه خب قرار شد حرف بزنی چرا؟ نمیدونم حرفی باشه که من بگو یه چیزی چاخانی بگو دوربینا روشن شدی حرف نمیزنی ها نطق نکردی ها حرف نمیزنم آقای اجبار میگه حرف بزنی اعتراف اجباری میخوام ازت بگیرم که رفتی یه دور اضافه با ماشین دان زدی آره؟ یک کیفی را جاب کنم فکر این ویدیو رو بابات نمیبینتش؟ نه کنه
میبیندش. میگم نمیشه یه جور کوتاه کنی که موندن قد لباس ها. چون من با من باید لباس دیگه پرت بدم. چون نمیشه جواب بده، میدونی هیچ جوابی ندارم. من منتظر بودم گفتم شاید سوالی بپرسی جواب ندادم. دوباره داری دنبالمون نمیگی. بعد مگه مو میره قد لباست؟ آره من اصلا چی پیش من چی انداختم؟ میدونی تا اینو نندازی مگه مو میره قد لباست؟ اینو به نظر نزدیک فرق نمیکنه. نه فرق میکنه اون کم. فرق نه میکنه. از این پشت نمیدونم چون پا داره اینا میدونی؟ شاید تو خواب نمیاد لباس. نه اون یکی از این درمیاری پیشوند درمیاری پشت خط گردن میزنی اون میاد. واسه یه ذره اصلا چیزی نیست او. بعدش هم سشواره قدشه. شورا بود. چه شرطی داره؟ من سشواره میگیرم که او باده بزنه ماره ببره. پس چرا لباس من باید نکنم میشه؟ نمیدونم. احتمالاً شاید صندلی کثیفه. شاید. یا شاید مثلا تا خانه انقدر دست میکشی قد سره. یعنی موها میریزه قله خود دیگه این موها که من نمیتونم تمیز بکنم قد سره. 2000 بارم سشوارش بکشی دوباره همینه تا نشوریش. خب یه لحظه وایسا. احساس می‌کنم یه جای اشتباه کردیم. دوربینمون رو تمیز نکردیم. حسین. وایسا. یه ها بکو قد دوربینش. دوربین نیست. آفرین. ها بکنی قد دستم کاغذی ها. دوباره بازم. نه دوباره بیشتر. آها. ببین اصلا تمیز میشه. کیفیت داره. آیفون 16 پلاس. خوشم نمیاد. 17 مالی چوس کلاس هست. چوسی. یارو کاش آیفون 18 بیاد. خب. آیفون 15 از مود بیفته. آیفون 14 و 13 ارزان بشه که برام خریده باشه. نوازه بگیرم ها. به خاطر آیفون 17 میخند؟ به چه میخندی بزن؟ نه احساس کردم مثلا به یه چیزی خندیدی. بیا بالا اگه که ویدیو بذاریم چالش داشته باشیم عددهای چالش قبلی تو ویدیو جدید میگیم، در صورتی نمیگیمش که کسی هنوز جواب نداده باشه، وگرنه داخل کپشن می‌نویسمش که عددهای ویدیو قبلی اینا بوده، برندرم اگه بشه تگ میکنیم، فیلمش هم میذاریم بنده خدایی که برنده میشه، اگر اومد خدمات براش انجام دادیم در حالی که داریم اصلاح میکنیم و او خدماتی براش انجام میدیم بهش میگیم که شخص برنده شده. سابسکرایب کنین، ما رو به بقیه معرفی کنین، برسیم به 200-300 نفر، 200 به بالا، هرچی اصلا شد 200 نفر، 201 نفر
جوایز نقدی هم داریم، اگه نخواستیم بیاین خدماتی بگیرین دیگه جایزه نقدی هم داریم. حالا دیگه ممکنه مثلا از شهرهای اطراف باشین نتونین تشریف بیارین، یا اینکه خانوم باشین نتونین بیاین اینجا خدماتی بهتون ارائه بدیم، اون موقع جایزه نقدی داریم. اگه برنده بشین میتونین جایزه نقدی دریافت کنین. درست حسین؟ آره. نه حسین خودش آماده کرده، یه ویدیویی گذاشتیم هنوز کسی نتونسته جواب بده. خودش آماده کرده بعد اصلاح بره بشینه ویدیو رو نگاه کنه، عددا رو بگه، تو تلگرام برام بفرسته که دفعه بعد که تشریف آورد چی؟ آفرین. چه بازوق گفتیش؟ آی برامی آی برامی دست کن بیا. آفرین آفرین. چیت کرد؟ چیت کرد؟ بیا هوا سرد و بیا ماشین دینیت بشوری. نه هواپی ماشین دیجی قواره. شونه؟ کورگیان چونی فال وی ببد امیر برامی تو امیر فارید هنا چه حوزه فاریت دیری فال؟ کمی هنچیه کسافت چه نگه؟ وی گوشت چی؟ گرکه؟ گرکه؟ گوشت گرکه منظور ده؟ یا کاور؟ خواه کدوم تازه خوشیدی کاور بگه گرکه زار مار کسافت بشه میخندی؟ ای های چه میشی امیر؟ گوشت بابا خود مگه سن سال داری؟ گیری کردیم با دستی با آقا نیما او یکی ویدیو آقا شرف معامر دا غیر خراودا آی بیا بالا بینم دو تا عدد گفتیم تا الان درسته؟ سومیش هم خواهی تا بگیم؟ آی سه شواره خاموش کردم بگو هر فرقی هم نداره دو رقمی، سه رقمی، چهار رقمی فقط یه 5 رقمی نگیده بذار خودم یادم باشه چه گفتم تک رقمی هم میتونی بگی مهم نیست نه دی بابا این همه عدد اشار بگو بذارش زیر رادیکال بگو حسین همون عدد منفی که خواستی بگی منفیش نگو عددش بگو خب اصلا منفی 5600 نه دی بابا نه آقا این نیست نه عدد اوه دشمنی داری؟ خب بگو بینم 8 رفتیم بره 8 نورم رشتم بزنیم؟ نه میذاریش؟ بکنم زدیمش دفعه پیش آره پایین زدی نفت نمیده خب بیارمی دوباره؟ آره بیاریمش اونجوری؟ نه خوبه تمام این هم خطریشو سمت کجا گرفتم برات جب خطریشو کجا کلایی هم گرفت یهش باراست یهش پایین من میشونه دیروز چجور نیامدی؟ دیروز بود؟ چجور نیامدی؟ دیروز باشا بود او
راست آفرین. نه ببین خوب بود گرفتی پایین سری یه مقداری به بالا. خیلی خوب همینجوری وایسا. آی برامی یه عدد یه رقمی یا دو رقمی یا سه رقمی بگو. یک عدد ها. یه عدد گوش. یه رقمی بود، دو رقمی بود، سه رقمی بود، فرقی نداره. یه عدد گوش. 500 بده قاطی بس دیگه ولی فرا آهنگلی girdi چه گیره؟ یوتیوب واقعا؟ حالا میشه؟ گیر میده نمیدونم. می‌خواستم بگم اسپیکر بیا آهنگ بذار. نه آهنگ ملایم وقتی بود میره؟ دیدی ملایم غیر ملایم نیست داداش girdi اعصابی خرابه. رفیق و آشنایی که چشیدش نیه که بیشی براگم جانبازه و باگم سربازه مانمانه نیه داداش. مگه آدمه؟ چه یوتیوب؟ یه ربات بسیار پیشرفته است دمش گرم دستش در نکنه. یوتیوب بسیار عزیزه. I love you یوتیوب. کشید موتو گاز گرفت ورس نشه یه مقداری بینم خوشگل شدی امیر لایو امیر داشت او یه تیکت بخور مثلا صداقی قطع بکن ها کلا قطع که او یه تیکت آهنگت قطع بکن. ای دور رضوانم دارم برات بیارم؟ نه دارم بزنم آها بذار آخر کار بهم بگو برات میذارم عزیزم. این مشکل فرقی داره با نه یکم بوهاشون فرق داره. ببین خود قرمزش از همش خیس‌تره. میدونی چی میگم؟ اصلا بره مخصوص حالت خیس. یا اون که خوشه ولی اونی مشکلی که داده به من هنوز استفاده نکردم ازش حقیقتا. طرف که بهم دادش میگفت آقا اینم همین کپی قرمز است. همون حالت خیس بهت میده. خیس و براقه. ولی خب مثلا بوهاشون فرق داره. چیزی که او گفت من هنوز استفاده نکردم. حالا میدونی که الان مشکل برات بزنیم سرت. فرقی نداره. مشکل میزنیم میایم تانی بکنیم. با دوچرخه که نیومدی بر. نه اینجا هم بابا دینو؟ نه آمین دوباره کشید؟ آیه قیچی نمیشه. نه همین یه دانه رو داریم. تقصیر من نیست. بهت گفتم چیکار کنی قبل که بیای؟ قیچی بیارم؟ نه گفتم قیچی بیار خنده داره یه چیزی بگو. نه قبل که بیای گفتم چیکار کنی قبل که بیای؟ یادت نی. آفرین اللهم دیشب رفتم. آفرین در نداره دفعه دیگه بیای ازم میپرسم اگه نشسته بودیش خودم انجام میشوریمش برات. خدمات شستشو هم داریم آقا حسین عزیز. با امید خدا بتونی برنده بشی که از تخفیف ویژمون استفاده بکنی. تازه برسیم به بیشتر از 200 نفر. حالا 200 نفر همچین عدد زیادی هم نیست. 200 نفر کاری نداره رسیدن. ولی خب برسیم به حالا یه مقداری هستم. برسیم به 200 نفر جایزه نقدی هم میتونی ببری. مثلا میتونی به از خانواده هم بگین نگاه بکنن. خب اگه برنده شدن نخواستن خدمات اینجا دریافت کنن شماره کارت میدم براشون واریز میکنیم. نمیشه خدمات اونایی رو بیان. نه متاسفانه. میتونی پولیشو بگیری بیا پولیشو پس بدی. درسته یا نه؟
کاری نداره، تو شماره کارت میدی به من برات میریزمش حساب. همون کارت میاری اینجا دوباره میکشی کارت خانه من. آره توافق میکنیم سر او. بیا یا دور سرت. ای صدا از صدا در نیار. ای بیا. یه پروسه یه دو دیگه کجاشو؟ اینا رو یا اینا رو؟ اینا نه. اگر میگفتی این میشد جدی میگم اگر این پایین می‌خواستی میشد. اینا بگیریم دیگه پشت سر خیلی تخت میشه. بریم به چهارمی عدد یا پنجمی عدد. بکنم پنجمیه. دو تا چرا گفتم یکی تو گفتی یکی همین گفتی 4 تا. آره عدد ساده ای بگیم تو ذهنم بمونم. 111 3 تا 1. بیا بالا. یه عدد رو دریافت بکنین، پیدا بکنین تو ویدیو، بعد 10 تا کامنت بذاری زیر همین پست که میذارم. هر پستی که چالش داشته باشه اگر کسی حلش نکرده باشه 10 تا کامنت میذاری، اسکرین شات میگیری از کامنت ها میفرستیش بره آیدی که توی کپشن همون پست میذارم، آیدی تلگرامه. بعد باید 100% هم سابسکرایب داشته باشی، عددا رو درست بگی. اگه بذاره تماتا کیلو 20 نمیذاره. ای برام یکی از خودکفاهای گیان چیکا چه بادی کردی کنی؟ من مجبوریم خیلی کوتاه نکنیم دیگه به خاطری که دور سر کم گرفتیم. چوک میکنم ها؟ برای ما چه بیوتی؟ بازی که حال عروسی بازی که نی عروسی؟ بازی وی آی میل جنین بازی که پیام نه میگم گفتم نمیتونم دعوتون بازی خب آره یعنی چه متوجه نیم عروسی کی بی مگه مگه بو پسر خاله دعوت نگه تو دعوت نید یا کلا دعوت نید مگر بو همچین چی برام ای وای تو کور زانستی بعد کور زانستی اصلا عروسیه اخوابی بود که قراره اخوابی بود بعد الان کی دعوت کرده براون دعوت کردن حتما نه کلا خانواده با دعوت نکردن مشکل دارین آخه مشکل داشتیم دو سه کما مشکل داشتیم چجوری اخوابی چه قراره تو خب برو دو وی چه گیرم قراره کردم بهشون برسیم فقط فرصت گذاری چه نگه حد اکثری چه نگه یا واسه اساس کنده چون این براغت هزینه کرده یکی دیگه نخواهد بریم روزانم کار دیگه جوری بودی براغم تالار گردیان آدم شاید شامورتی بازی در آوردی دست گرفت جیب خورا دعوت نکردن تو یا بیش بخوامش ندارم بزنیم تلویزیون فلان شدی کثافت منو تو اون زندگی دارم هیچ حاجی رحم نکرد پنداردازه آیه برام آبادی برای برامی ای برامی چه کلوباری چی ده پیام بزرگانی هنو ناتیسو بخی بیش چه بیشونی چه بیه رو رحم نکیم ندارم کی حاجی الان شوهر خالت خالت کوی حاجی ها خاله حاجی بره شوهر خاله ندارم چه وقت پیشوای خارجی چیه این هست چی هست زافی هست نه نمیگه مریضی هست چی هست هیچ مریضی آه چکی هست چکی هست دست دارن خدا شکر گل چیدان چک حلو ویلا شکرت چاوری گربو خاطر که نه جدی چی هست مشکل بانکی است پول مردم خورده آره والله ولی اسمی بیش داداش تمام نه اسمش شوخی کرد اسمش خدا از خانم نه علی خود کنه برام ومش الان جوری تبلیغ اینستاگرامی هست برای دریافت اسم هاش خانوم کلمه اسم رو کامنت کنی ها الو تنیس اسم ها هر کی اسم هاش خانوم هست 100% تخفیف تمام
تو یه دانتش شانه دارم کجوریه باریکا خود تاگه آهنیا یارو فیلم که حیاته داشتم گل بینام گلیام چیدن وای دوربین نگاه بزنی چه هر جوری بی آخری خوی برد پشت دوربین ببینه داره فیلم گیره دیدی چه گوشه را بره موقع شروع بده جنا خواستم فرقی نمیکنه بیا بالا ای وای ای وای کارمون در اومد تو یه مراسم تریش دعوت نکی آشی قوم باش کن نه منظور میابی که نزدیک بی جوریه نیست کی بیو کی رزق مگر بو امیر رزق هم قبو كلنا نفهم خب تو حد بدی باقي ما يخير ای بابا خدا بیامرزه اودي باتو بو وانسيا نه خب یا ودین وباتو بو قوم وحيش انا تو حد بدي باقي ما يخير طلعت انسان انا نشوف بخلص یعنی چی طلاق یانسن طلعت انسان الناس على ذلك الان گوگل کسی ازدواج کرده هر کسی من دعوت نگاه على کاری تو نفرینه ای برام گیره فينا من بعد اون ما نجا لا نفس ما چه بی برزاگا چه بی بیش بیا خب sen بیش بیا خب ما بیش بیا بعدش ما في كذا من نجا لنا فينا مو بعد نفرین تو بر بوات صدق من ای برامی من خیلی تو این حتی ای کار رفیق من دیدن اجازه جلسه با یک نیاز داد ولی هاتی دنا بود خدایی برامی اصلا چه انرژی خوبی داری بعد گفتم حسین تو با کور زانی شورتی برنامه‌ای بود اون انرژی مثلا معلوم بی کسی که برامی ای کسافت از نگاه بپشتو لجن زار برو پایینم خیلی بیا بالا یه برو پایین باتم 30 بار بعدشون بیا بالا بیا حسین جون تمام یه خب ازش بگیر نه بابا زیادش کنم. زیاد چیز مونده یعنی مثلا منظوری دیدم بخوای بیشتر طول بکشه نه من فکر کنم بیشتر بگیر. نه بابا شس آخه گنوتی اخی چی هو امیر هو چی هو نه که وینه کسافت خرابه شونه نه ازش بگیر دوباره تو یه دستش خورش بکنیم چه ازش بگیر یا چون زود تمام بی فکر دیدی کمالی کردم ما فرقش چیه تو گفتی دور سرم سفید نشه بخوایم دور سرت بگیریم این بار سفید میشه بالای سرت هم بیشتر از این بگیریم این بار به دور سرت نمیاد چی میگی بیشتر ازش بگیر یعنی یه انگوش یه متر ولی بگیریم نظرت چه هست ما حالتش بزنم یه دستی بناسون
ندی مگه نمیگی ازش بگیر بگیره؟ نه قرار نیست چون تو گفتی بگیر بگیرم از کجا بگیرم دیگه اولیه وایسا برم اینجوری وایسا کی آمد؟ سلام علیکم خوبه امیری؟ با خدا یه 3-4 دقیقه نه الان تمام میشه الان تمام میشه تمام میشه زانی عجله نیری بوسه امیری تمامه یک دو درس بگیر رفت بود؟ شاید نره خود ماشینه بشینه میریم مثل چی بکنیم؟ نماز بخونیم؟ عبادت؟ عمل ساله؟ نه جدی میخوام یه چی بکنیم ای کثافت شد جریان یارو چیزایی قرار شد برام بگی گفتی مارای شب ما بخیر چه بود حسین؟ ها جان حسین چه بود قرار شد الان بیا بهم بگی قرار شد یا نه خدا وکیل نه خب قرار شد بهم بگی الان میرم خود بابات میپرسم میگم فیلم نگرفتم دفعه قبل میگم الان میرم بهش میگم مالی او مالی شب حسین نگرفتی هیچ نه یکم اوخش میشی فقط اوخ جان حسین چه بود ها فیلم قطع بکنم بمیگی میخوای جلو دور میگی خب الان جلو دور ببینم ببینم چه خب بگو دیگه مارو شب ما گرفتی چه بی مارو شب ما گرفتی ها ای چه گیری کرد جناب سربان قطعش کو آقا امیر جناب سربان ها بیا حسین جان مبارک باشه بذار پیشونه باز کنم برات چسبا میذارم اوکی مبارکت بود داداش با بیم زبطی استفاده بکنی لذت ببری خیلی خوشحالم پایینه جناب سربان ایسا صورتم پاک کنم مقدار بیا خیلی خوب بشین کوره بابا بشین خونه آمده رستوران آرایشگاه انتظار داریم میاد شوقیدو بیا برو مون نرفت قدر باز شک بکنی آخه میگم پوشبند میزنم چه میزنم پوشبند میزنی واقعا پوشبند است نگاه پوشبند به پیش بنده ها کثافتی با برات نمیندازمش میخنده ها این ولی اصلا اینجا ها میگم کجا میای یه جا دیگه ها امیر داشتی یه لحظه بشو پیانو پریدگاه پیش حسین یه رو تفسیدو بعد بیش کرکراگیش پیش خورد چی دادی خودش میشودش کرکراگیش پیش خورد یا قراره برو آخری های ردی کی رو دانشو حرف بد میخوام مواده بتراجا حرف بد نزن چه فکر بد نکن کثافت بعدش هم رو دانشو شش دقیقه رو دانشو یعنی چه ندی شوخی اشتباه کردی که شوخی کردی یه داداش ببنده کثافت بیادم از این عکس میگیرم خب باید یکی دیگه از اون عکس میگم کدام چرا میخوای بری پیش کسی دیگه مال تو بده برام مال تو بچه‌ت من متوجه نمیشم منظورت چیه مثلا من داری تهدید میکنی یا مثلا من ترغیب میکنی یا چه ها آقا بری پیش کی میرم پیش یکی دیگه بلنش ای بوگی میده بلنش گم شو بیرون میرم پیش کسی دیگه ها مگه در مغازم برو عکس سگ برین توش مگه در مغازم در رد نشین یعنی جنازت میندازم همینجا که میخوای بری پیش کسی دیگه ها آره نه گفتی میخوام برم پیش کسی دیگه یا یکم زیادی چسبش سنگین بود سعی کنیم کمتر بزنیم از این بود بعضا بشانه میخوای بری پیش کسی دیگه بعد انتظار داری شانش بکنم خوشگلت بکنم نازار حالتم بزنم بعد صبح کد تخفیفم پیدا کردی تخفیفم بدم چه جالبه همه چی جالبه عجیبه
هفت میخوای حتما تافت میخوای بزنی؟ نه نمیخوام بزنم خب باید بزنی وقتی که از این میزنی نه این خودش حالت گرفت گم شو بیرون حسین اصلا ندارم دیگه چه صاف است من تهدید کردی الان نه احساس تهدید بود اصلا احساس کردم تهدید شدم احساس داشتی خب برام نمیشه میکنم پول استواره میکشم کارت نمیاد به جهنم بچه میخوای چی حساب میکنی شما کارت داری؟ نه نه همینجوری جلو چش خودم اگه همین نه این بابا میرم خانه میدم برو 3 ساعت برو نداره ایپاد میذارم گیرو ولی چی میگی تو من ایپاد دار کارا بلند شو بیرون میرم برو عزیزم یه لایک نشون بده بره دوربین وایسا یه لحظه یه لایک بده دوربین شما چیزی قشنگ اتفاقا خوبه به نظرم شانش نگو دیگه حالا یه دیگه میگم یکی دیگه بگو من فیلم میگم نه سر رقم میگم من فیلم ای نه بابا بذار زیر چش نه جدی میگم یکی بگو تقاطعش کنیم دیگه واش هم ول بکو اوباره الان قبلیانو نگو اینجا رو نگاه کن یه دونه عدد بگو برو